دعوت بهاری جوانان به ارتش در تاجیکستان در حال شروع می شود که جهان به ویروس خطرناک کرونا دست به گریبان است. مقامات تاجیکستان تا امروز گفتند در کشور یگان حالت گرفتار شوی به این ویروس به قید گرفته نشده است و به این خاطر معرکه دعوت جوانان به ارتش مثل نقش صورت میگیرد. اما به خاطر جلوگیری از آلوده شوی دعوت شونده ها به ویروس کرونا، مقامات امسال از کدام تدبیرها کار میگیرند؟ از اون جمله از جانب رئیس کمیسیون دعوت جمهوری اسمت الله شیرین اسمت الله با مسئولین وزارت تندرستی کشور سپارش داده شد که در نقطه‌های قبول شهروندان به خدمت حتمی حربی معاینه جدی طبی گذرانده شود و شهروندان سالم، شهروندان واقعا هم قابل حرب و ضرب به صف قواهای مسلح جلب کرده شود. خروج ویروس کرونا معرکه دعوت جوانان در برخی از کشورهای سابق شوروی را لغو کرد. از جمله روسیه، قزاقستان و اوکراین اعلام کردند که معرکه دعوت جوانان به صف ارتش را تقریبا تا 2 ماه به تاخیر انداختند. در برابر تهدیدهای بیماری کووید 19 همچنین ساکنان از وجود ابله یا جلب اجباری جوانان به ارتش نگرانند. هرچند مقامات وزارت دفاع میگویند در روز نخستین دعوت شمار زیادی جوانان داوطلبانه برای خدمت در ارتش به نزد کمیسریات‌های حربی آمده بودند، اما ساکنان میگویند موردهای جلب اجباری جوانان در منطقه ها را شاهد شدند، در حالی که مقامات وزارت دفاع با توجه به این موضوع دستور داده است که به کمبودهای دعوت‌های گذشته راه ندهند و نقشه دعوت جوانان به ارتش را از طریق تبلیغ و ترغیب دعوت شونده ها اجرا کنند. در پی جنبست دعوت تیرماهی جوانان به ارتش در سال گذشته، مقامات اعلام کردند که 34 نفر از کارمندان کمیسریات‌های حربی را برای راه دادن به کمبود مجازات کردند. هرچند در روزهای دعوت تیرماهی سال گذشته مقامات وجود ابله را رد می‌کردند، صرف نظر از آن که همه روزه در شبکه‌های اجتماعی نوارها از این یا آن منطقه کشور درباره وجود ابله پخش می‌شد.